آقا من یه مشکلی دارم با خودم، گفتم شما این مشکل با خودتون حداقل نداشته باشید. مشکل من اینجاست که میام 2 ماه قبل یه بلیتی میگیرم، 2 ماه انتظار میکشم به اون بلیت برسم، بعد از لنگن بلیت میگیرم به تهران، همش عجله دارم که برسم به تهران میرسم فرودگاه ما، عجله دارم بیام فرودگاه ما میام، عجله دارم سوار پرواز میشم، عجله دارم برسم، وقتی میرسم عجله دارم برم هتل، وقتی میرم هتل عجله دارم برم بیرون، وقتی عجله دارم برم بیرون عجله دارم برگردم هتل و همین راه برگردم عقب تا برسم به خونم. کلا فقط دلم های برسم به مسیر، نمیفهمم خب برای چی؟ بابا یه ساعت هم بشین یه جای ریلکس بود. الان اومدیم کافی شاپ هتل میگم فرودگاه ما کنیم 400 بار گفتم پاشیم بریم